سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 15 ایول همراه شما. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بحثی دراز شرکت بابیلون موبایل با کمیته انداز بر سر پرداخت 341 میلیون سومانی را به نفع کمیته حل کرده است. نعیم منصورزاده رئیس دادگاه روز 15 ایول در نشستی خبری در دوشنبه گفت بعد از بررسی بحث دو طرف به این نتیجه رسیدند که طلب کمیته انداز برای ستانیدن 341 میلیون سومانی از شرکت بابیلون موبایل درست است. در مرحله کاساسیونی و نظارتی این حلنامه سودی که قبول شده به تغییر مانده شده است، حالا در حالت اجراییش قرار دارد. ولی شرکت بابیلون موبایل میگوید کمیته انداز که فعالیت‌های مالی شرکت را تفتیش کرد به اساس قانونی آنها را جریمه کرده است و طلبش برای ستانیدن 10 میلیون دلار قانونی نیست و بابیلون موبایل چون این پول را برای سپردن هم ندارد. بابیلون موبایل یکی از شرکت‌های بزرگ و پیشرفت تلکمونیکاسیونی در تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان میگویند قیمت خانه در کشور به سبب کم شدن انتقال پول مهاجران و هم ساختمان زیاد ارزان تر شده است. کمیته ساختمان و معماری روز 15 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت سال گذشته هر متر مربع خانه در تاجیکستان 1200 دلار قیمت داشت ولی امسال به مراتب پایین آمده است. ارزش خانه‌های ساخته شده با حسابی از 500 تا 1200 دلاری آمریکا با فروش مانده شده بود. در این روز باشد ارزش خانه خیلی نرخش پس است. شاید از 450 گویم تا تقریبا تا 800 هزار دلار مربع را تشکیل می‌دهد. با وجود آنکه در تاجیکستان و به خصوص در شهر دوشنبه بنیاد منزل‌های بلند آشیانه زیاد شده است ولی داشتن خانه خصوصی آرزوی میلیون‌ها جوان تاجیک باقی می‌ماند. قیمت خانه یک اتاقی در دوشنبه نه کمتر از 15000 دلار را تشکیل می‌دهد و جمع کردن این پول برای یک جوان تاجیک کاری آسان نیست. بنا به گزارش‌ها ملا عمر رهبر گروه طالبان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را قانونی نامیده و در یک بیانیه نادر گفته است هدف از مذاکرات خاتمه دادن به اشغال نیروهای خارجی است. در بیانیه ملا عمر که طالبان روز 15 ایول در وبسایتشان نشر کردند آمده است تا زمانی که همه سربازان خارجی افغانستان را ترک نکنند گفتگوهای صلح معنی ندارند. گروه اصل نمایندگان حکومت افغانستان روز 7 ایول با هیئتی از طالبان در پاکستان درباره پایان دادن خونریزی در افغانستان گفتگو کردند. دادگاه شهری مسکو دعوای یک جوان تاجیک را که از شرکت مکدونالدز مسکو جبران مادی و معنوی طلب داشت قسماً قانع کرده است. دادگاه به مکدونالدز امر داده است برای رسانیدن ضرر به دلشاد برهانوف ساکن ناحیه اسفرک مقیم مسکو است 10,000 روبل بپردازد هرچند دلشاد 1 میلیون روبل روسی طلب دارد. 10,000 روبل این عملاً 100 مرتبه کمتر از جبرانی هست که من طلب کردم. مگر 10,000 روبل می تواند جوابگوی ضرر مادی و رنج معنوی باشد که من کشیدم؟ من این را نمی فهمم. دلشاد برهانوف میگوید سال گذشته در نزدیک درآمدگاه یک رستوران مکدونالدز در مرکز مسکو پایش به یک میله آهنین برخورد و سخت آسیب دید. با گفته دلشاد این حادثه به سبب غفلت و سهلنگاری کارمندان مکدونالدز به وقوع پیوسته است و باید شرکت پول سرگردانی او در بیمارستان‌ها را بپردازد. گفتگوی کامل با دلشاد به زودی در وبسایت رادیو زودی نشر می شود. شرکت تاجیک ایر میگوید مشکلات فنی سبب لغو پرواز هواپیمای دوشنبه بیشکک شد. نمایندگان شرکت به رادیو زودی گفتند مشکل فنی در هواپیمای بوئینگ اجازه نداد که هواپیما به پایتخت قرقیزستان پرواز کند و ممکن است پروازها به بیشکک بعد از 2 روز از سر گرفته شوند. روز 15 ایول پرواز خط سیری دوشنبه بیشکک لغو شد و 10 نفر از مسافران شرکت تاجیک ایر مجبور شدند برنامه‌های سفر خود را تغییر دهند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو زودی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو زودی برای تلفن‌های همراه.